گفتم بشین سر جات، درو ببند، بشین سر جات. چه غلطی کردم تو رو انتخاب کردم واسه درد دل. ببین من کاری ندارم که بین تو و محمد چی گذشته، ولی باید خیلی بی‌شرف باشی که تا دیروز جیک تو جیکش بودی. الان که بینتون شکراب شده میخوای هر چی مسائل شخصیه رو به همه بگی یا آبرو نذاری براش. اتفاقا اول از همه میخوام به زنش بگم که ببینه با چه حرومزاده‌ای داره زندگی میکنه. تازه نترسه، ثوابم داره، دعامون میکنه. ببین داداش من، سگ گله هم عاشق گوشته ولی به خودی نمیزنه که. اون هر چی هم باشه یه زمانی رفیقت بوده. تو هم اگه واقعا دنبال ثوابی به جای به هم زدن زندگیش یه کاری میکردی آدم بشه. آدم؟ چه کسی؟ ببین امید، معرفت رو به منفعت نفروش. بذار تو این دنیا اسم رفاقت سیاه‌تر از این نشه. محمد آشغال‌ترین مرد رو دنیا هم باشه یادت نره اون یه پدره، زندگیشو خراب